Qu'est-ce qu'un metteur en scène? Un metteur en scène, c'est quelqu'un à qui l'on pose sans arrêt des questions à propos de tout. Bonjour Damien. Quelquefois il a les réponses, mais pas toujours. یکی از مهمترین سوال‌هایی که یک کارگردان باید جوابش رو قبل از شروع فیلمبرداری هر روز بدونه اینه که دکوپاژ صحنه امروز چطوریه. در این ویدیو با کمک صدای ضبط شده اصغر فرهادی توضیح میدم دکوپاژ یعنی چی و کارگردان‌های بزرگ چه زمانی فیلم‌هاشون رو دکوپاژ میکنن. شما میتونید کانال یوتیوب طعم توت رو دنبال کنید تا به محض منتشر شدن ویدیوی جدید با خبر بشید. دوربین حرکت. همزمان با میزانسن شما دارید دکوپاژ هم انجام میدید. دکوپاژ یعنی که تماشاگر یا دوربینی که چشم تماشاگره از چه زاویه موقعیت رو ببینه، از چه زاویه آدم‌ها و افراد و شخصیت‌ها رو ببینه. برای مثال بخشی از دکوپاژ این سکانس معروف فیلم روانی رو ببینید. هیچکاک تصمیم میگیره که ورود زن به حمام رو از این زاویه نشون بده. سپس این اینسرت رو ببینیم و بعد میدیوم شاتی از زن که دوربین با حرکت زن میچرخه و زن در حمام رو میبنده و بعد به سمت دوش میره. دکوپاژ در ساده ترین حالتش یعنی همین تختی کردن، یعنی این حرکت زن از در حمام تا به سمت دوش رو میخوایم در یک پلان ببینیم یا در چندین پلان و مشخص کردن میزان دوری یا نزدیکی به سوژه، زاویه دید و حرکت دوربین. فرهادی تاکید میکنه که دکوپاژ یک سکانس در مقایسه با کل فیلم معنی پیدا میکنه و تکرار دکوپاژ در سکانس اول و آخر فیلم جدایی رو مثال میزنه. یعنی این سکانس اگر سکانس آخر رو بذاریم کنار، پلان سکانس گرفتنش معنایی نداره، ولی وقتی در کنار اون پلان سکانس آخر قرار میگیره که اون آدما میان، به نظر میاد ابتدا و انتهای فیلم دکوپاژشون یه هارمونی با هم دارن، اصلا به لحاظ شکلی، به لحاظ اجرایی، به لحاظ مفهومی اینا کاری نداریم. پس شما اگر دکوپاژ میکنید یک پلان رو، چه پلان سکانس چه خورد میکنید، موقعی میشه راجبش حرف زد، تکرار بشه در جای دیگه فیلم. یا اینکه شما بعد همه فیلم رو به یه شیوه میگیرید، یه سکانس رو اون رو برمی‌دارید و یه شکل دیگه میگیرید، در کنتراست با اونا این حالا یه معنایی میگیره. تغییر در شیوه دکوپاژ میتونه شوک ایجاد کنه، مثل فیلم روانی. از ابتدای فیلم تا این لحظه 47 دقیقه و 42 ثانیه گذشته و 423 پلان داریم. یعنی به طور میانگین طول هر پلان تقریباً 6 ثانیه و 11 فریمه. اما از لحظه‌ای که زن چاقو رو میبینه تا لحظه‌ای که قاتل از حمام خارج میشه، تغییری در شیوه دکوپاژ و تدوین میبینیم. کل این اتفاق 22 ثانیه و 13 فریم طول میکشه که با توجه به روال فیلم تا اینجا انتظار داریم که طی حداکثر 8 پلان نمایش داده بشه. اما هیچکاک این قطع رو در 32 پلان نشون میده. تماشای این صحنه از نماهای دور و نزدیک و از زوایای مختلف در پلان‌هایی که در تدوین خیلی کوتاه شدن دلیل تاثیرگذاری این صحنه بر مخاطبه. اما چه زمانی کارگردان برای دکوپاژ و میزانسن یک سکانس تصمیم میگیره؟ یه سری کارگردان ها مثل میشایل هانکه جواب این سوال رو برای همه سکانس ها میدونن و از قبل استوری بورد میکشن. Naja, ich mache ganz normalen Storyboard. Nicht? Also da werden die Einstellungen gezeichnet. Ich kann zwar ganz schlecht zeichnen, aber ich mache nur so einfache runde Kreise mit dem Nasal nach links oder nach rechts, damit man weiß, wo die Blickrichtung ist und ungefähr die Größe absehbar. Wenn es kompliziertere Sachen sind, zeichne ich halt ein bisschen komplizierter. Sieht hässlich aus, aber die Mitarbeiter können es lesen. Ja? Und natürlich Grundrisse dazu und so. Also man kann, wenn ich mit dem Storyboard fertig bin, gebe ich das dem Kameramann und sage, wenn du eine Frage hast, ruf mich an. Man muss halt wissen, was man erzählen will, damit man sich das auch im stillen Kämmerlein zu Hause vorstellen kann. Wobei das stille Kämmerlein ein großer Vorteil ist, weil da steht niemand hinter dir mit der Uhr in der Hand und sagt, das kostet Geld. بونگ جون ها هم جز همین دسته کارگردان هاست. او در مصاحبه‌ای میگه برای من سر صحنه رفتن بدون استوری بورد مثل ایستادن در ایستگاه مرکزی شهر بدون شلواره.
اما کارگردان‌هایی مثل اصغر فرهادی دیدگاهشون یکم متفاوته. فرهادی یک منطق دکوپاژی خاص رو در همه فیلم‌هاش دنبال میکنه. آروم فیلمایی که کار کردم احساس کردم که نمیخوام، اگر من جای دوربینم و من جای تماشاگرم و دوربین چشم ماهاست، نمیخوام بی‌انصافی کنم راجع به شخصیت‌ها، یعنی به یه شخصیت‌های خیلی نزدیک بشم و از یه شخصیت‌های به عمد خیلی دور بشم. با خودم به این نتیجه رسیدم که نمای متوسط، یعنی مدیوم شات، نمایی که کمتر دست کارگردان توش دیده میشه. به نظر میاد که وقتی دیده میشه احساس نمی‌کنیم که کسی این نما رو انتخاب کرده، کسی قاب بندی کرده. به همونطور که شنیدیم برای برخی سکانس‌ها از قبل تصمیم میگیره، اما با توجه به مصاحبه و گفته‌ها اینطور به نظر میرسه که برای سکانس‌های ساده‌تر در همون روز فیلم برداری بعد از تمرین اولیه بازیگرها و قطعی شدن میزانسن دکوپاژ رو تعیین میکنه. این ویدیو رو با پاسخ یکی از کارگردان‌های بزرگ سینما به این سوال تموم میکنم. شما میتونید کانال یوتیوب طعم توت رو دنبال کنید تا به محض منتشر شدن ویدیوی جدید با خبر بشید. Come on the set in the morning to do a scene, whether it's Othello or a modern story, whatever it might be. And if you have a master plan for what you're going to do, exactly where the camera is going to be, exactly what the scene is supposed to state, if you are locked into that, you are depriving yourself of the divine accidents of movie making. Because everywhere there are beautiful accidents. The actor says something in a different way than you ever dreamed it could be said. She looks differently. There's a smell in the air. There's a look that changes the whole resonance of what you expected. And then there are the true accidents. And my definition of a film director is the man who presides over accidents.